السلام علیکم دوستان عزیز. پیش از آنی که به حل کردن مسئله های المپیاد شهری شروع کنیم، مسئله آخرین المپیاد جمهوریوی را میبینیم که این مسئله شفاهی میباشد. چرا هنگام از دریا بعد از آبازی برآمدن ما خنکی را حس میکنیم؟ یعنی وقتی که ما در بیرون دریا ایستاده باشیم، در فصل تابستان فرض کردیم، ما خنکی را حس نمیکنیم، ولی وقتی که ما به آب در آمده بعد میبرایم ما خنکی را حس میکنیم. چون که وقتی که ما از آب میبرایم، مولکول های آب یعنی در سطح بدن ما جایگیر هستند، سطح بدن ما تر می باشد و این مولکول های آب شروع میکنند به بخارشوی و هنگام بخارشوی به آنها لازم می شود انرژی. یعنی هر یک مولکول آب هنگام بخار شدن از سطح بدن ما با یگان سرعتی ابتدایی از سطح بدن ما کنده می شود و برای اینکه وای با یگان سرعت ابتدایی از سطح بدن ما کنده شود به وای انرژی لازم می آید و این انرژی را باشد این مولکول های آب از سطح از همین بدن ما میگیرند. یعنی برای بخار شدن آب در اینجا گرمی بخشوی لازم می شود که یعنی LM لازم می شود، LM لازم می شود که این را از سطح بدن ما آنها میگیرند Q برابر LM و در نتیجه ما خنکی را حس میکنیم. یعنی جواب این مسئله چنین می باشد که هنگام بخارشوی آبها از سطح بدن ما انرژی همین بدن ما را گرفته، یعنی همین سطح پوست ما را انرژی آن را گرفته، گرمی ما را یعنی گرفته به بیرون بخار می شوند. اکنون بیایید شروع میکنیم به حل کردن مسئله های المپیاد شهری. چطوری که میبینید در اینجا من شرطش رو نشان داده ایستادم. شروع میکنیم از حل کردن تستی یکم. مصرف آب در کانال در یک ثانیه 0.27 متر کوبی است. بری کانال 1.5 متر، چخوری 0.6 متر. سرعت آب را در کانال معین کنید. یعنی ما داریم یکم Q، با Q اشاره میکنیم مصرف آب رو در کانال. Q برابر است با 0.27 متر کوبی تقسیم ثانیه. بری کانال در اینجا، بری کانال 1.5 متر، چخوری 0.6 متر. بری آن رو با یگان به اشاره میکنیم 1.5 متر، چخوری باشد H برابر 0.6 متر. ما باید سرعت آب رو در کانال معین کنیم. یعنی ما داریم یک نمود کانال داریم که آب در اینجا جاری شده ایستاده است با یگان سرعت. این بری کانال می باشد، این باشد چخوری کانال و اگر ما یگان درازی L رو انتخاب کنیم و گوییم که این درازی رو آب در یک ثانیه میگذرد، یعنی در یک ثانیه آب چقدر حجم از این مساحت بریشی H ضرب B میگذرد. درازی راهی که آب در یک ثانیه میگذرد به L برابر است و حجم آبی که در یک ثانیه میگذرد از بریش ارضی این به Q برابر است. پس نوشتن ممکن است که حجم آبی که در یک ثانیه میگذرد از همین مساحت بروش ارضی کانال برابر است به L ضرب H ضرب B. اگر ما هر دو طرف رو به T تقسیم کنیم یعنی میشد V تقسیم T که این برابر است به همون Q ما، یعنی متر کوبی تقسیم ثانیه برابر است به در اینجا H B L تقسیم T. L این راهی که در یک ثانیه آب طی میکند که اگر آن را با T تقسیم کنیم این میشود سرعت آب، یعنی میشود Q برابر است به H B ضرب V. از اینجا V رو پیدا کنیم اگر میشود Q تقسیم H ضرب B و 0.27 تقسیم 1.5 ضرب 0.6 که برابر میشود به 0.3 متر تقسیم ثانیه برابر میشود. این بود تستی یکم. میگذاریم به حل کردن تستی دوم. تستی رقم 2.
حجم سنگ سوخته کننده 150 سانتی متر کوبی، زیچی این سنگ 2200 کیلوگرم تقسیم متر کوبی می باشد. وزن سنگ را معین کنید. وزن سنگ رو مساش رو نه ولی وزنش رو. یعنی این مسئله قریب که از همه این تست از همه تستی آسان بود ولی بسیاری ها در این خطا کردن، آنها مسا را یافتند، فکر کردند که در اینجا وزنی که ما میپرسیم در اینجا مسا است ولی مسا نیست، اینجا وزن را پرسیده است. حجم ما 150 سانتی متر کوبی، زیچی سنگ باشد 2200 کیلوگرم تقسیم متر کوبی و ژی رو در اینجا می نویسم تقریبا 10 متر تقسیم ثانیه و ما باید وزن سنگ رو معین کنیم. یعنی ما از فرمول زیچی استفاده میبریم. زیچی ماده برابر است با مسا تقسیم حجم. از اینجا مسا رو میابیم میشود رو ضرب و، ولی پیش از این ما باید انا همین 150 سانتی متر کوبی رو به متر کوبی گردونیم. یعنی 150 سانتی متر کوبی این میشود از حساب اون که 1 متر کوبی برابر است به 10 در درجه 6 یا اینکه 1 سانتی متر کوبی برابر است به 10 در درجه مینوس 6 متر کوبی. 1 متر 100 سانتی متر، 1 متر کوبی 10 در درجه 6 بله 1 سانتی متر کوبی میشود 10 درجهش مینوس 6. این میشود 150 ضرب 10 در درجهش مینوس 6 متر کوبی. اکنون در اینجا میگذاریم یعنی از فرمول زیچی ام برابر رو ضرب و، زیچی ما 2200 کیلوگرم تقسیم متر کوبی، کیلوگرم تقسیم متر کوبی ضرب 2200 کیلوگرم تقسیم متر کوبی ضرب 150 ضرب 10 در درجه مینوس 6 متر کوبی. البته در اینجا متر کوبی با متر کوبی اختصار میشوند و کیلوگرم میمونند. برابری در اینجا 2200 دو تا نول دارد، در اینجا یک تا نول دیگر باز از حساب 150 داریم. یعنی 3 تا این نول رو ما میتونیم با 10 در درجهش مینوس 6 اختصار کنیم پررانه، ولی در اونجا 10 در درجهش مینوس 3 میموند. یا اینکه بیاید 22 رو من مینویسم 22 ضرب 10 در درجهش 2 اینجا 2200 ضرب 150 رو می نویسم 1 از 10 5 باز ضرب 10 در درجهش 2 باز ضرب 10 در درجهش مینوس 6 در اینجا کیلوگرم داریم. 10 در درجهش 2 10 در درجهش 2 با 10 در درجهش مینوس 6 می رود. خلاصه در اینجا حساب میکنیم جواب ما تقریبا برابر می شود به 0.33 کیلوگرم و اگر ما وزن جسم رو یابیم P برابر است به M ضرب G موافق فرمول وزن. این می شود که 0.33 ضرب 10 تقریبا برابر می شود با 3 و از 10 3 رقمی 3. شرطش رو می خونم. یک پاره هیزم در آب شنا می کند که 0.10 6 حصه حجم آن زیر آب مانده است. چی درخت را یابید. یعنی یک پاره درخت در داخل آب شنا میکند که 0.10 6 حصه آن داخل آب میماند. چطور این را اشاره کردن ممکن است؟ پیش از این گفتنی هم که باید شما با اعتبار گیرید که قوه ارخیمدی تنها به همان حجمی در داخل مایع غوطیده جسم تاثیر میکند. یعنی باید حجمی در داخل مایع غوطیده جسم را با و یک اشاره میکنیم. تمام حجم جسم البته با و برابر است. پس و یک برابر میشد با 0.10 6 و، یعنی 0.10 6 حصه تمام حجم جسم، تمام حجم درخت 0.10 6 حصه تمام حجم درخت به آب غوطیده است. حجم پوره آن باشد با و برابر است. زیچی آب با 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی برابر است و ما باید از این معلومات ها استفاده برده زیچی درخت رو پیدا کنیم. پس بیایید یک رسم تصویر میکنیم که برای حل کردن مسئله با ما لازم می شود. فرض کردیم که انا همین چوب می باشد و در داخل آب قرار دارد. بیایید ببینیم که با این چوب کدام قوه ها تاثیر میکنند از داخل از طرف آب و در عموم. پیش از همه قوه‌ای که با یاد ما میذاریم قوه وزنینی است. البته قوه وزنینی mg تاثیر میکند و با سوی بالا باشد قوه ارخیمدی
و در حالت موازنت هر دوی این قوه ها به همدیگر باید برابر شوند. اگر قوه وزنی زیادتر باشد جسم میغوتد و اگر قوه ارخیمدی زیادتر باشد جسم بالا میبراید. ولی در حالت موازنت یعنی هنگامی انا همون 0.6 حصه جسم غوتیدن قوه ارخیمدی با قوه وزنی برابر می شود. باز گفتیم که قوه ارخیمدی تنها با قسم غوتیده جسم تاثیر میکند. یعنی ما میدونیم که فرم قوه ارخیمدی چنین است: F برابری زیچی مایع حجم جسم، ولی در اینجا حجم غوتیده جسم است، ضرب G و مایع ما در اینجا آب است، حجم غوتیده ما این 0.6 است، G در اینجا G می ایستد و مسه خودی همین حصه درخت برابر می شود با زیچی درخت ضرب تمام حجم آن. یعنی مسه تمام این قوه وزنی به همه این تاثیر میکند که برای همین مسه درخت برابر می شود با زیچی درخت ضرب حجم. پس می نویسیم انا همین برابری رو می نویسیم: قوه ارخیمدی برابر است با mg و قوه وزنی. قوه ارخیمدی این زیچی آب ضرب حجم غوتیده جسم یعنی V1 ضرب G برابر است با مسه درخت این زیچی درخت ضرب تمام حجم درخت. در اینجا باز اینجا G داریم، mg است کو G ها اختصار می شوند، میماند در جای V1 ما 0.6 V میگذاریم از داده ها چطوری که میبینید. پس میموند روی آب ضرب 0.6 V برابر است با روی درخت ضرب V. معادله رو با V تقسیم میکنیم یعنی V ها هم اختصار میشوند و در آخر به دست میاریم که زیچی درخت برابر بوده است با 0.6 زیچی آب، یعنی زیچی درخت برابر بوده است با 600 0.6 در 1000 میشود 600 کیلوگرم تقسیم متری کوبی. این بود تستی رقمی 3. اکنون میگذاریم با تستی رقمی 4. شرطش رو میخونم: در وقت حرکت انرژی کینتیکی جسم 4 مراتبه زیاد شد، سرعت آن چند مراتبه زیاد شد. یعنی انرژی کینتیکی جسم در وقت حرکت 4 مراتبه زیاد میشود. یعنی اول جسم انرژی کینتیکی دارد K1 برابر K و بعد انرژی کینتیکی آن K2 4 مراتبه زیاد می شود، یعنی K2 برابر 4K می شود و ما باید حساب کنیم که سرعت جسم در دوم حالت نظر به یکم حالت یعنی V2 تقسیم V1 نسبت به یکم حالت چند مراتبه زیاد می شود یا اینکه کم می شود. البته زیاد می شود چون که انرژی کینتیکی زیاد شده است. حل: فرمول انرژی کینتیکی رو می نویسیم و ما می دونیم که در اینجا گپ درباره همان یک جسم رفته ایستاده است. پس مسه در اینجا مسه رو ما تغییر نمی دهیم، در دو حالت مسه ما آن همون m می باشد، m می ایستد، یعنی m1 برابر m2 برابر m. پس می نویسیم k1 برابر می شود با m1 v1 کوادرات تقسیم 2، k2 برابر می شود با m2 v2 کوادرات تقسیم 2. اکنون بیاید چیکار میکنیم؟ در جای K1 M1 در جای K1 و M1 میگذاریم. K1 ما این K می باشد، K برابر است با M1 ما M V1 ما V1 کوادرات تقسیم 2، K2 ما 4K برابر است با باز M V2 کوادرات تقسیم 2. اکنون بیاید من انا همین چطوری که میبینید در اینجا 4K داریم، در جای K از بس که K ما با انا همین برابر می شود، پس در جای K انا همین رو میگذارم فرمولش رو، یعنی 4 ضرب K ما باشد MV1 کوادرات تقسیم 2. از اینجا MV1 کوادرات تقسیم 2 یعنی 4K برابر است با MV2 کوادرات تقسیم 2. در اینجا معادله رو با m تقسیم میکنیم یعنی m ها اختصار میشوند، معادله رو با 2 ضرب میزنیم 2 ها هم اختصار میشوند، با دست میبریم که v2 برابر است با 4 کوادراتش و 4v1 کوادرات و معادله رو هر دو طرفش رو با v1 تقسیم کرده حاصل میکنیم، یعنی v2 کوادرات با v1 کوادرات تقسیم میکنیم هر دو طرف معادله رو v1 کوادرات پس حاصل میکنه v2 کوادرات تقسیم v1 کوادرات برابر 4. در اینجا v1 کوادرات ها اختصار میشوند، ولی ما باید نسبت کوادرات های سرعت ها رو نه بلکه نسبت خود سرعت ها رو یابیم. پس
چی طور که میدونید درجه های اخیله هستند. ما میتونیم در درجه عمومی گیریم. من همین v2 تقسیم v1 رو در کوادرات عمومی گیریم. پس میتونیم v2 تقسیم v1 در کوادرات نویسیم برابر 4. و اگر از هر دو طرف ریشه گیریم v2 تقسیم v1 برابر میشود با پلوس مینوس 2 و مینوس از شما با اعتبار نمیگیریم، علامت منفی به ما لازم نیست، در فیزیک آن معنا ندارد. پس v2 تقسیم v1 برابر میشود با 2، یعنی سرعت جسم 2 مرتبه زیاد میشود. این را البته شفاهی ممکن بود حل کنیم، چون که انرژی کینتیکی با کوادرات سرعت متناسب است. پس سرعت با ریشه انرژی کینتیکی متناسب است. پس اگر انرژی کینتیکی 4 مرتبه زیاد شود، سرعت 2 مرتبه زیاد می شود. انرژی کینتیکی 36 مرتبه زیاد شود، سرعت 6 مرتبه زیاد می شود و همین طور. این بود تست رقمی 4. میگذاریم با تست رقمی 5. تست رقم 5: قطره باید از کدام بلندی افتد تا که هنگام به زمین برخوردنش 1 گراد گرم شود. یعنی قطره باید از کدام بلندی افتد، قطره آب رو در نظر دارد. برای همین قطره از کدام بلندی باید افتد که 1 گراد گرم شود. پس در اینجا ما می نویسیم که با ما چی لازم میشد؟ گرمی گنجایش خاصی آب 3 برابر است با 4200 جول تقسیم کیلوگرم ضرب کلوین یا اینکه گراد سلسیوس. و باید از کدام بلندی افتد با ما جی هم لازم می شود. جی برابر است، ممکن لازم شود، من می نویسم برای احتیاط 10 متر تقسیم ثانیه کوادرات. و باید ما بلندی که افتد دلتا ت در اینجا بود، دلتا ت داریم. باز دلتا ت یعنی 1 گراد گرم شود، دلتا ت برابر 1 گراد سلسیوس و باید ما اش رو یابیم. خیر ببینید اکنون قطره در یگان بلندی اش فرض کردیم قرار دارد و اون از این بلندی می افتد. این بلندی اش هست، می افتد و در آن همون خودی بالا قطره انرژی پتانسیلی دارد، پ انرژی پتانسیلی دارد و در اینجا در شرط مسئله گفته نشده است که تمامی چند درصد انرژی کینتیکی یا اینکه انرژی مکانیکی به انرژی داخلی تبدیل می‌یابد، ولی از بس که هیچ چیز نگفته است در اینجا ما همین طور قبول میکنیم که تمام انرژی مکانیکی به انرژی داخلی تبدیل می‌یابد. پس انرژی پوره قطره در اول با انرژی پتانسیلی برابر بود و این انرژی هنگام به زمین زدن تبدیل می‌یابد به انرژی گرمی. یعنی در اول ما چی داشتیم؟ ام جی اش داشتیم انرژی پتانسیلی یا اینکه خود انرژی پوره مکانیکی. این برابر میشود با اس ام دلتا ت، با گرم شوی قطره صرف می شود. پس مدل رو با ام تقسیم میکنیم، یعنی ام ها اختصار می شوند. پس اش رو میابیم، این می شود اس دلتا ت تقسیم جی که اگر اینجا گذاریم 4200 ضرب 1 تقسیم 10، این برابر می شود با 420 متر. یعنی قطره اگر از 420 متر افتد 1 گراد گرم می شود، ولی در اینجا این البته مدل ایدئالی می باشد، در اصل این طور نیست. میگذاریم به تستی ششم: از ناقل مقاومتش 10 اوم در 20 ثانیه، از ناقل مقاومتش 10 اوم در 20 ثانیه اگر به نوک‌های آن شدت قوه 12 ولت وارد کرده شود کدام ذریعه میگذارد؟ از ناقل مقاومتش 10 اوم در 20 ثانیه اگر به نوک‌های آن شدت 12 ولت وارد کرده شود کدام ذریعه میگذارد؟ شدت 12 ولت، مقاومت 10 اوم، وقتی ما 10 ثانیه. یعنی تست رقم 6: شدت 12 ولت، وقتی ما 20 ثانیه، مقاومت ما 10 اوم. اکنون ما باید یابیم که چقدر از داخل مقاومتش همین قدر کدام ذریعه میگذارد. ذریعه ما باید ذریعه رو یابیم. پس ما میدونیم که انا همین او با چی برابر است؟ شدت برابر است با کاری کوچاندن ذریعه نسبت به خود ذریعه. موافق قانون جول لنز ا برابر میشد با او کوادرات تقسیم ار ت. یعنی انا همون کاری که برای کوچاندن ذریعه لازم می شود
با او کوادرات تقسیم r ضرب t برابر است. پس از اینجا ما میتوانیم حاصل کنیم. در اینجا میگذاریم در فرمول یکونگی a برابر می شود با از فرمول یکونگی حاصل میکنیم که a برابر است با q ضرب او، یا اینکه a برابر یا اینکه در جای اکنون میگذاریم او کوادرات تقسیم r t یعنی a برابر است با q ضرب او. او ها اختصار می شوند، q برابر می شود با او t تقسیم r و او t تقسیم r. او رو میگذاریم 12 ضرب t ما 20 ثانیه تقسیم r ما 10 یعنی 24 کولون. این بود مسئله 6. تستی 6 میگذاریم به حل کردن تستی 7. دو ناقل مقاومتشان 4 و 7 اوم به هم پارالل پیوست شده اند. ناقل یکم 280 جول انرژی جدا میکند، یعنی در ناقل مقاومتش 4 اومه 280 جول انرژی جدا می شود. در ناقل دوم در همین وقت چی مقدار انرژی لازم می شود؟ در همین وقت. یعنی تستی 7 دو ناقل داره مقاومتشان 4 اوم 7 اوم. در ناقل یکم Q1 جدا می شود 280 جول. ما باید جواب بدیم که در همین وقت یعنی T1 برابر T2 در هر دو ناقل ها در وقت های برابر چقدر انرژی جدا می شود در ناقل دوم. یعنی ما می نویسیم برای Q نوشتن ممکن است که Q1 برابر است. ببین اول ناقل ها رو پارالل پیوست میکنیم و میبینیم که برای حل کردن مسئله ما کدام فرمول را استفاده بریم تا که آسان شود. در اینجا r1 r2 داریم. البته ما باید ما داریم q برابر e کوادرات rt باز می شود که e او t یا اینکه او کوادرات تقسیم rt. همین طور فرمول ها داریم، از کدام این ما استفاده بریم. در اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که از بس که آنها پارالل پیوست شده اند، در پیوستی پارالل شدت مقاومت اولی با شدت مقاومت دومی و با یگان او برابر می شوند هر دوی آنها. پس در اینجا یعنی از بس که اوی آنها برابر است این به ما یک نامعلوم را کم می گرداند. بیاید یعنی از فرمول استفاده میبریم که در آنجا شدت باشد، یعنی از این فرمول از فرمول آخرین استفاده میبریم. پس می نویسیم Q1 برابر است با او یک هم او می باشد او دو هم او. برای همین او کوادرات تقسیم r1 t1 هم t. بیاید در اینجا t می نویسم چون که در وقت های برابر است. تقسیم t ضرب t Q2 برابر می شود با او کوادرات تقسیم r2 t. یعنی از اینجا دیدن ممکن است که Q متناسب است با متناسب چپه است با مقاومت، متناسب چپه است با مقاومت و ما باید Q2 رو یابیم. ما میتوانیم که از این متناسبی استفاده بریم یا اینکه از این معادله ها رو با همدیگر تقسیم کرده حاصل کنیم. یعنی Q2 تقسیم Q1 برابر می شود با R1 تقسیم R2. از اینجا Q2 رو یابیم اگر می شود Q1 ضرب R1 تقسیم R2. پس در جای R1 و R2 میگذاریم R1 4 اوم R2 7 اوم. این برابر 280 جول ضرب R1 4 R2 7 28 تقسیم 7 این می شود 4 4 × 4 16 160 جول. این بود تستی 7 و شرطش رو میخونم. با ون 50 لیتر آبی حرارتش 15 گرادوس 30 لیتر آبی حرارتش 75 گرادوس. بیاید این رو من داده ها رو ترتیب دهم. داده ها اول داریم V1 برابر 50 لیتر آبی حرارتش T1 برابر چند؟ 50 لیتر حرارتش 15 گرادوس 30 لیتر آبی حرارتش 75 گرادوس 30 لیتر اینجا 15 گرادوس با 30 لیتر V2 برابر 30 لیتر آبی حرارتش
30 لیتر آبی حرارتش 75 گرادوس ریخته آمیخته کردند. اگر تلف گرمی رو به اعتبار نگیریم حرارت آمیخته چقدر می شود؟ یعنی تتا برابر چی می شود؟ تتا با چند برابر می شود اگر تلف گرمی یعنی دلتا کیو برابر 0 شود. تلف گرمی نداشته باشیم یعنی. پس در اینجا معادله بالانس گرمی رو استفاده میبریم. معادله موزنیت گرمی Q1 جمع Q2 از بس که در اینجا دو تا آب خنک و آب گرم داریم یعنی دو ابیکتی در روند اشتراک کننده داریم. Q1 جمع Q2 برابر 0. Q1 رو می نویسیم که S1 M1 هنگام استفاده بردن یعنی همین فرمولا Q1 جمع Q2 برابر 0. همه وقت باید شما دقت دهید که در هر یک فرمول شما حرارت اخیره طرح اوله میکنید. یعنی هیچ وقت حرارت اوله طرح اخیره نمیکنید. وقتی که همین قانون بقای انرژی رو استفاده بردید یعنی سومای کیو ها برابر 0. سومای کیو ها کیو ای برابر 0. یعنی S1 M1 البته S1 و S2 هر دوی شکل می باشد چون که هر دوی این جسم هایی که در روند اشتراک میکنند آب می باشند. پس S1 M1 T1 حرارت اخیره تتا می شود. تتا طرح T1 جمع در جای Q2 میگذاریم S2 M2 حرارت اخیره باز تتا طرح T2 برابر 0. از بس که هر دوی این جسم ها آب می باشند هر دوی مایع ها آب می باشند پس C1 برابر C2 برابر 3 و این چونین زیچی ها برابر میشه رو 1 برابر رو 2 برابر رو. پس در اینجا ما تغییرات بود. در جای مسا ما زیچی ضرب حجم وارد میکنیم از فرم زیچی. C ها البته اختصار میشوند. در جای M1 بنویسیم رو V1 تتا طرح T1 جمع رو V2 تتا طرح T2 برابر 0. باز راه ها رو هم اختصار میکنیم. حاصل میکنیم که V1 تتا طرح T1 جمع V2 تتا طرح T2 برابر 0. اگر قوس ها رو کشوده قوس ها رو میکشویم V1 تتا طرح V1 T1 جمع V2 تتا طرح V2 T2 برابر 0. تمام علامت های منفی رو یعنی V1 T1 و V2 T2 رو با آن طرف میبریم در آنجا مثبت میشوند و V1 تتا و V2 تتا باشد با علامت های مثبت در این طرف معادله میمونند یعنی V1 تتا جمع V2 تتا برابر V1 T1 جمع V2 T2. از اینجا تتا رو از قوس میبریم حاصل میکنیم V1 جمع V2 برابر میشد با V1 T1 جمع V2 T2 و در آخر حاصل میکنیم که تتا برابر میشد با V1 T1 جمع V2 T2 تقسیم V1 جمع V2. یعنی این بود فرمولا برای حاصل کردن تتا. قیمت های عددی رو میگذاریم. تتا برابر میشد با V1 ما چند لیتر آب است؟ 50 لیتر T1 ما 15 درجه 50 لیتر ضرب 15 درجه جمع V2 ما 30 لیتر 75 درجه و 50 جمع 30 80 لیتر حجم عمومی ما و حساب کتاب کرده حاصل میکنیم که تتا ما برابر میشود با 37.5 گرادوس سلسیوس. این بود مسئله هشتم. اکنون بیایید مسئله نهم رو میبینیم. تستی نهم رو میبینیم. تستی رقم 9 دوده ها رو در اینجا ترتیب دهم چون که یک سطل ریگی مساش 24.5 کیلوگرم رو با واسطه غرغره به حرکت بر ریسمان با قوه 250 نیوتن تاثیر رسانده با بلندی 10 متر برداشتند که کیفیت غرغره را یابید. ویدرو خیلی در اینجا روسی است. مساش 24.5 کیلوگرم با قوه 250 نیوتن تاثیر رسانده با بلندی 10 متر برداشتند. مسا 24.5 کیلوگرم با بلندی 10 متر برداشتن
با قوه F برابر 250 نیوتن تاثیر کردند. ما باید یعنی کوفیشنت کار فویدناک رو یابیم. پس در اینجا تصویر میکنیم غرغره به حرکت داریم. در اینجا یگان بار داریم که آن رو با یگان بلندی، در اینجا با یگان قوه تاثیر کرده بار رو با یگان بلندی میبرند. و البته کاری که در اینجا آدم اجرا میکند برای برداشتن بار، یگان I1 آن را اشاره کنیم. اگر کاری که در این طرف حاصل میشود I2 در حالت ریالی یعنی در اصل از I1 خورد است. یعنی آدم هیچ وقت کاری را اجرا کرده نمیتواند که در آن طرف کاری زیادتر به دست دارد. همه وقت I2 خوردی I1 است. البته میتواند آدم قوه زیادتر را در آن طرف به دست بیارد اگر غرغره حرکتمند استفاده برد، ولی کاری زیادتر آن به دست آورده نمیتواند موافق قانون بقای انرژی. یعنی I2 همه وقت از I1 خورده است و در حالت ایدئالی یعنی در حالت eta برابر 100% بودن، همون I2 برابر میشد به I1. و باز میدونیم که هنگام غرغره حرکتمند، هنگام 10 متر بلند رفتن بار در این طرف، این نوع ریسمان به 10 متر پایان می رود. پس کاری که آدم اجرا میکند، آدم در اینجا قوه F رو میگذارد و با قدر H ریسمان رو به پایان میکشد. یعنی کاری که آدم اجرا میکند I1 برابر است به F ضرب H و کاری که در این طرف حاصل میشود برای برداشتن بار I2 برابر میشود به mg ضرب باز همین H. کوفیشنت کاری فویدناک ما میشود که I2 تقسیم I1 یعنی کاری حاصل شده تقسیم کاری صرف شده، کاری فویدناک تقسیم کاری صرف شده یعنی که کاری پوره I1. و قیمت های عددی رو میگذاریم. I2 ما این mgh تقسیم I1 ما F ضرب H. H در اینجا لازم نمیشد. mg تقسیم F برابر میشد به 245 تقسیم F ما 250. G رو من 10 گرفتم تقریبا. 245 تقسیم 250 برابر میشود به 0.98 یا اینکه اگر ما با واسطه فایز آن را اشاره کنیم میشود 98%. 98 فایز. این بود تست نهم. با حل کردن تست دهم میگذاریم به تست دهم. دوستی می‌داریم که درازیشون یک خیله است و از یک مواد ساخته شده‌اند. یعنی درازی یک خیله دارند، L1 برابر L2 از یک مواد ساخته شده‌اند. هم زیچیشون برابر است، هم مقاومت خاصشون. از بس که در اینجا ما هم زیچی داریم هم مقاومت خاص، هر دوی آنها رو ما نمیتوانیم با را اشاره کنیم. پس زیچی رو بیاید با بتا اشاره میکنیم. مقاومت خاص آنها با هم دیگر برابر است، پس رو 1 برابر رو 2. اینچنین بتا آنها نیز با هم دیگر برابر است. بتا ما گفتیم زیچی، در اینجا شرطاً زیچی رو با بتا قبول کردیم. و در اینجا مساحت بروش یک از آنها با 0.2 سانتی متر کوادرات، از دیگرش 5 میلی متر کوادرات. از یکم 0.2 سانتی متر کوادرات، از دوم باشد 5 میلی متر کوادرات. ما باید ببینیم که مقاومت کدام از اینها کلان است، L2 یا L1 و چند مرتبه کلان است. L2 یا L1 کلان است و چند مرتبه. یا اینکه در عموم اگر نویسیم ما باید L2 تقسیم L1 رو یابیم نسبت یعنی همین مقاومت ها، یا اینکه L1 تقسیم L2 فرق ندارد. مقاومت یکم L1 برابر میشود با مقاومت خاص روی 1 L1 تقسیم S1. باز ما برای زیچی برای محض این نوشته میتوانیم که در اینجا با ما زیچی در کار نمیشود. در اینجا با ما زیچی در کار نمیشده است، یعنی بتا لازم نمیشده است. من در اینجا فکر کردم که در حال با ما فرم زیچی در کار میشود و غیره ها، ولی لازم نمیشده است. L2 برابر است بر روی 2 L2 تقسیم S2. تنها همین دو فرموله، یعنی تنها همین یک فرموله مقاومت لازم میشود برای دو حالت. پس ما باید L1 تقسیم L2 که L2 تقسیم L1 رو یابیم. بیاید مودل دوم رو با یکم تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم. L2 تقسیم L1 برابر است با روی 2 L2 تقسیم S2 تقسیم روی 1 L1 تقسیم S1. کسر دوم رو چپ میگردونیم. L2 تقسیم L1 برابر است با روی 2 L2 تقسیم S2
ضربی S1 تقسیم رو 1 L1 از اینجا حاصل میکنیم L2 تقسیم L1 برابر میشود به از بس که مقاومت های خاص و درازی های اکلن آنها اختصار میشوند و ما حاصل میکنیم S1 تقسیم S2 و با ما لازم میشود تنها با ما لازم است که همین S1 و S2 رو به یک واحد گردانیم، یعنی 0.2 سانتی متر کوادرات رو ما میتوانیم به میلیمتر کوادرات گردانیم. یعنی L2 یعنی بیاید اول میگردانیم S1 برابر میشود به 0.2 سانتی متر کوادرات. 1 سانتی متر این میشود 10 میلی متر، 1 سانتی متر کوادرات میشود 100 میلی متر، یعنی با 100 ما باید ضرب کنیم 0.2 رو 0.2 رو با 100 ضرب میکنیم میشود که 20 با فکرم بله 20 میلی متر کوادرات و 5 میلی متر کوادرات رو به تغییر هم خیلی میگذاریم، یعنی R2 تقسیم R1 برابر میشود با 20 تقسیم 5 این میشود 4 مرتبه، یعنی R2 از R1 4 مرتبه زیاد بوده است. این بود تستی دهم. اینها بودند تست های المپیاد شهری خوانندگان صنف های 7 و 8 که سال جاری گذشته بود، در ماه ینور گذشته بود و در درس های آینده کوشش میکنیم مسئله های آنها رو نیز حل کنیم.